بیوگرافی جذاب و شنیدنی حسن یزدانی و البته اسراری که تازه فاش شد. حسن یزدانی چراتی زاده 5 دی 1373 کشتیگیر ایرانی هستش که در دسته 86 کیلوگرم کشتی آزاد به رقابت می‌پردازد. او برنده مدال طلای المپیک 2016 ریو در دسته 74 کیلوگرم و مدال نقره المپیک 2020 توکیو در دسته 86 کیلوگرمه. یزدانی قهرمان 3 دوره مسابقات قهرمانی کشتی جهان در سالهای 2017، 2019 و 2021 و دارنده 3 مدال نقره و 1 برنز این مسابقاته. کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی 2018 و 2 عنوان قهرمانی در مسابقات قهرمانی کشتی آسیا از دیگر افتخارات اوست. او در سال 2017 از سوی اتحادیه جهانی کشتی به عنوان بهترین کشتیگیر سال جهان انتخاب شد و در 25 شهریور 1401 با گرفتن مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان در سال 2022 در بلگراد پر افتخارترین کشتیگیر تاریخ ایران از نظر شمارش مدال جهانی و المپیک و بالاتر از غلامرضا تختی است. یزدانی 5 دی 1373 در روستای لپوصحرای شهرستان جویبار به دنیا آمد. او سومین فرزند خانواده‌اش بود و 3 برادر نیز دارد. پدرش کشاورز بود و در مسابقات کشتی لوچو شرکت می‌کرد و او هم در دوران کودکی در خانه با برادرهایش کشتی می‌گرفت و 1-2 مرتبه هم در مسابقات سنتی مانند لوچو رقابت می‌کرد. در 11 سالگی فعالیت در ورزش کشتی را آغاز کرد و در آغاز فعالیت در رده نونهالان زیر نظر امید اسماعیل پور تمرین کرد. سپس در رده نوجوانان به صورت جدی‌تر تمرینات خود را زیر نظر همت مسلمی دنبال کرد و در رده جوانان نیز حسین نقیبی در باشگاه کشتی جویبار مربی او بود. او زمانی که کشتی را شروع کرد پس از 6 ماه می‌خواست آن را کنار بگذارد، ولی با اصرار پدرش در مسابقات استانی مازندران شرکت کرد و در آنجا دوم شد و انگیزه‌اش بالا رفت. همین مسئله باعث شد که فعالیت در این رشته ورزشی را جدی‌تر دنبال کند. یزدانی کشتی را از سن 11 سالگی و در سال 2006 آغاز کرد. در سال 2011 او به عضویت تیم ملی نوجوانان ایران درآمد و در همان سال در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا به مدال برنز وزن 50 کیلوگرم دست یافت. او 19 روز پس از کسب مدال برنز آسیا در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان به عنوان دوم رقابت‌ها دست یافت. او در سال 2014 و در دسته 66 کیلوگرم ابتدا قهرمان جوانان آسیا و سپس قهرمان جوانان جهان شد. یزدانی پس از این قهرمانی به رده سنی بزرگسالان آمد و در همان سال در لیگ برتر کشتی ایران توانست خطاک تسابولوف قهرمان وزن 70 کیلوگرم جهان از روسیه را شکست دهد و خود را به عنوان یک مدعی جدید در کشتی آزاد جهان مطرح کند. اما بریم سراغ برخی کارهایی که این پهلوان بعد از قهرمانی و دیده شدن توسط مردم انجام داد، از جمله حضور با لباس آتش نشانی روی تشک. در حاشیه رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی که در سال 2017 در مشهد انجام شد، از حسن یزدانی به عنوان بهترین کشتیگیر ایران در رشته کشتی آزاد تجلیل شد و او برای نگه داشتن یاد آتش نشان‌های حادثه پلاسکو با لباس آتش نشان‌ها بر روی تشک حاضر شد و جایزه خود را از دست مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش وقت ایران دریافت کرد. از جمله اقدامات او حضور در جمع کودکان دارای سندرم داون بود که حسن یزدانی در 23 آبان سال 96 به همراه چند کشتیگیر دیگر در جمع کودکان دارای سندرم داون حاضر شد و به نشانه حمایت از این کودکان با آنها به صورت نمادین کشتی گرفت. و از اقدامات دیگر آن میتوان به کمک به زلزله‌زدگان استان کرمانشاه بود که در آبان 96 یزدانی و جمعی دیگر از کشتیگیران ایرانی برای کمک به مردم در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه حاضر شدند و ضمن دیدار و همدردی با زلزله‌زدگان کمک‌های غیرنقدی مردم و جامعه کشتی را به مردم زلزله‌زده اهدا کردند. دوستان عزیز، شما به عملکرد حسن یزدانی در بازی دیروز در مقابل دیوید تیلور از آمریکا از 10 چه عددی می‌دهید؟ حتما در بخش کامنت‌ها اعلام بفرمایید.